روانکست، جایی برای شنیدن، فهمیدن و رشد کردن. سلام، من هوژینم، دانشجوی روانشناسی و عاشق دنیای پیچیده ذهن و احساسات. روانکست یک کانال برای اونایی که دنبال فهم عمیق‌تر از خودشون، احساساتشون و رابطه هاشون هستن. اینجا قراره با هم کتاب‌های مهم و تاثیرگذار روانشناسی رو بخونیم بدون پیچیدگی‌های علمی، با زبانی ساده، انسانی و قابل لمس. نه سخنرانی می‌کنیم، نه نصیحت، فقط می‌خونیم، فکر می‌کنیم و گاهی با یه جمله، یه حس یا یه تجربه خودمون رو بهتر می‌شناسیم. هدف روانکست اینه که سلامت روان رو به اندازه سلامت جسمانی جدی بگیریم و کمک کنیم هر کسی بتونه با خودش مهربون تر باشه. اگه گاهی احساساتت رو نمیفهمی، اگه دنباله یه گفتگوی واقعی و بی قضاوتی، اگه دوست داری روانشناسی رو ساده، کاربردی و قابل لمس یاد بگیری، یا حتی فقط دنبال یه صدای گرم و یه فضای امن برای فکر کردن هستی، روانکست برای توه. همین الان سابسکرایب کن و با ما همراه باش.